سلام، من هانا هستم و به کانال نقاشی من خوش اومدی. توی این ویدیو قرار نحوه طراحی این لب و دندونا رو یاد بگیری، اونم به یه روش خیلی خیلی آسون که مختص خود منه و هیچ کجای دیگه نمیتونی پیداش بکنی. پس تا آخر ویدیو همراه هم باش. شروع میکنم طرحمو کشیدن. برای کشیدن این مدل لب، چون توی حالت باز هست، یعنی دهن باز نیست، فقط لبا بازه و دندونا روی همه، من میام فرم کلی این لبو میکشم. فرم کلیش من یه چیزی مثل زوزنقه دارم میبینم، یه همچین حالتی باز شده لبا. این زوزنقه تقریبا میشه گفت به 2 قسمت تقسیم شده از وسط. این لب بالایی از اینجا شروع شده. هفت بالای لبشم از اینجاها شروع شده. یعنی اگه اینو من بیام نصف بکنم، اینا خطای راهنما هستن، اینا رو میکشم برای خودم تا بتونم قرینه در بیارم کارمو. این هفته از اینجا شروع میشه، چون لبش یه حالت کشیدگی ایجاد شده توی لبش، به خاطر همین این هفته هم باز شده. و این سمت لبش هم رفته بالاتر از این قسمت هستش. خط ما بین این دندونای بالا و پایین یه خورده بالاتر از این خط هست. این خطی که این زوزنقه رو 2 قسمت کردم و لب بالایش رو شروع کردم کشیدن، خط بین دندونای بالا و پایین یکم بالاتر از این خط قرار داره، یعنی اینجا. خب پس خط ما بین دندونا اینجا شد. حالا من این خط پایینیه رو پاکش میکنم، یه موقع اشتباه انجام ندم ادامه کارو، زیاد تو هم نشن. خب لب پایینم میکشمش. فقط دقت بکنید این لبو زیادی پایین نیاید یا مثلا یکم بیاید پایین، این توازن بین این دوتا به هم نخوره، این دوتا فضای دندون بالا و دندون پایین. الان من توی شکل نگاه میکنم، دندونای پایین این مدل قدشون بلندتره، یه فضای بیشتری نسبت به این ردیف داره. پس من کلا یه تقریبا یکم، البته خیلی نیست، ولی همین ریزه‌کاریام باید رعایت بشه. یه فضایی، یعنی این قسمت باید یکم ارتفاعش بیشتر از این قسمت باشه. قسمت لثه‌رم باید در نظر بگیریم، این فقط اون دندونا نیستش، یه قسمتی هم لثه است که اضافه شده به این فضا. خب لب پایینم که کلن همیشه ضخیم‌تر از لب بالاییه. بازم خطوط اضافی رو میام پاکش میکنم. حالا اگه باز حین کار نیاز به اصلاح داشت، من اصلاحش میکنم. فقط فعلا میخوام جای دندونای بالا رو مشخص بکنم. ببینید توی این عکس این دندون 1، اگه بخوام یه خط راهنما بکشم تا اینجای لب میاد، تا این قله 7 لب، این وسط که یه 7 داره،
تا این قله میاد. این معمولا ثابته. البته چهره های مختلف متفاوته ها، ولی به صورت قراردادی نه، این استانداردش به این حالت معمولا، هرچند که این لب الان تو حالت کشیدگی قرار داره، ولی در کل حالا یا روی این قله میفته یا یکم عقب ترش، یکم جلوترش. خب پس این افتاده رو این قله، این دندون یکم افتاده روی همون، یکم این برتر. خب از اونجا که این لبش یه مقدارم کج شده به سمت راست، این همه اینا رو ما باید در نظر بگیریم. دندون یکش تا اینجا اومده، تا اینجا. دندون دو اومده. بعد این دندون هم دقت بکنید که دندون یک معمولا از همه دندون ها پهن‌تر عرضش. دندون دو اینجاها میفته. اینم که دندون نیشه که کامل دیده نمیشه دیگه. این سمتم باز به همون اندازه دندونش میاد. یه مقدار این بر دندونش کجه. این دندونش هم تا اینجاها اومده. این دندون سهش هم، دندون نیشش هم که پیدا نیستش، یعنی توی سایه شدیدی قرار داره. توی فک استاندارد باید دندونای بالا و پایین دقیقا روی هم بخوابن، یعنی اگه اینجا وسط دندونای یک بالاست، این پایینم باید وسط دندونای یک پایین باشه. خب ولی توی این مدل دندون یک از اینجا شروع شده، یه مقدار کجه فک بالا و پایینش. دندون یک پایین نصفش روی این افتاده، نصفش روی این. و این یکی دندون یک تا اینجا اومده. دندون دوش که اینجا اومده. خب این دندونم تقریبا دندون دو پایین تا اینجا اومده. دندون نیشش از اینجا شروع شده، خیلی هم اومده، یعنی یه کمی از این دندونا پایین تر زده. و روی این دندون بالایی اومده نشسته. یعنی این مدل فک پایینش جلوتر از فک بالاشه. توی حالت عادی باید فک بالا جلوتر باشه. هم دندون چهارش هم قد همون دندون سه، یه همچین حالتی. اینجا هم که کلا سایه میفته. من یه مقدار به این دندونا فرم میدم، از این حالت مربعی در بیام بیرون. خب اینجا لثه‌اش کاملا پیداست.
از اینجا هم با سایه افتاده. حالا لثه‌ش که هستش ولی خب یه سایه هم اومده اینجا روی دندوناش تا اینجا. این دندون نیش هم که کاملا تو سایه است ولی مشکی مطلق نیست. حالا حین سایه زدن اونا رو بهتر جاشون رو مشخص میکنیم. حالا اینجا اون اصلاح کردن ها شروع میشه. ببینید من حالا که دندونا رو کشیدم متوجه شدم که این لبه، این قسمت یه مقدار باید حالت اینجوری ایستاده تر باشه. من خیلی حالت لبخند در آوردم. تا اینجا میاد. لبش تا اینجا باید بیاد. این خطی که دارم میکشم خط همون لبشه. این قسمت لب بالایی هم باز یکم باید نازک‌تر بشه. خب حالا شروع میکنم سایه زدن. من دارم سایه های لایه اول رو با مداد هاشبه انجام میدم و فعلا تو این مرحله از مداد طراحی سری ب من استفاده نمی کنم. و اینکه یه جاهایی هم که نور میبینم روی این لب جاشو روشن باقی میذارم، یعنی تیره نمی کنم اون جاها رو. لب معمولا به خاطر اینکه یه حالت برجسته داره و و کشیده است، ما معمولا دو سرش رو توی حالت پرسپکتیو میبینیم. یعنی اگه خط وسط لب این باشه یه چروکایی روی لب هستش دیگه، بافت لب به این حالته. هر چقدر که میره به سمت گوشه لب ما این چروک ها رو، این خط و خطوط ها رو منحنی تر میبینیم تا به اینجا که میرسه یه جورایی صاف میشه، اینجوری حالت افقی در میاد. پس من حین سایه زدن اون حالت رو سعی میکنم حفظ بکنم. و اینکه الان تو این قسمت ها نور زیاده، اینا رو با دقت سایه میزنم که جاشون باید خالی بمونه. از پایینم همینطور این خط و خطوطا و چروکا از پایینم هست، یعنی از پایینم من میرم به سمت بالا سایه میزنم با همون زاویه، با همون حالت انحنا. اینجا هم باز نور هستش، من جاشو خالی میذارم میمونه. میبینید جهت سایه زدن منو، این هاشورا رو به چه شکل دارم میزنم. هر چقدر میره به سمت این گوشه دیگه صاف میشه. از پایین هم همون حالته، یعنی باید اینا به هم دیگه بخورن این خطوط. خب بعد از اینکه یه لایه سایه زدم حالا میام تیره ترش میکنم. سعی میکنم فعلا با همین هاشبه تیره تر بکنم، ولی اگه دیدم دیگه یه تیرگی هایی رو دیگه این جوابگو نیست میرم سر مدادای طراحی.
ولی چیزی که هست به یک باره سعی نمی‌کنم به اون تیرگی برسم. این سمت لب، سمت راستش یه تیرگی زیر لب داره که این تیرگی به سمت پوست مدل محو شده، یعنی لبه روشن‌تره یه مقدار. ولی سمت دیگه تیرگی به سمت خود لب محو شده. دوستان این توی سایه زدن بینی هم، پره های بینی هم به همین شکله ها. معمولا یه پره سایه هاش به سمت خود پره محو شده، ولی پره دیگه بینی سایه ها به سمت پوست صورت محو شده، یعنی پوست تیره تره از اون پرهه. حالا توی لبم همینطور معمولا سایه به این شکله، یه سمت میفته این سایه روی پوست مدل، سمت دیگه روی لبش میفته. عیبی نداره اگه توی جهت‌های مختلف هم بخواید سایه بزنید، یعنی واقعا این دیگه ضرب قلم خودتونه. این حالت شیار شیار سعی کنیم حفظ بمونه تو کل پروسه طراحیمون، ولی خب اینطور نیستش که تا آخرش فقط روی همین شیار تو همین حالت سایه بزنید، نه، مثلا توی جهات مختلف سایه بزنید هر جور که خودتون راحتید، ولی اون حالت شیار شیار ایجاد بشه، نشون بده که این بافت لبه. دوستان حتما حین دیدن این ویدیو لوازمتون رو آماده بکنید، شما هم طراحی بکنید، چون واقعا نقاشی چیزی نیستش که با نگاه کردن آدم یاد بگیره، با نگاه کردن یا با گوش کردن، میدونید حتما باید انجامش بدید. به خاطر اینکه این حالت برجسته بودن لب رو به وجود بیاریم، یه مقدار دو طرف لب و این قسمت رو تیره تر میکنیم تا این قسمت خودش رو برجسته نشون بده. حالا لایه لایه داریم این کار رو انجام میدیم. باز من حس میکنم تو این قسمت لب، این لب یه مقدار تیره تره تو این قسمت ها. من توی ویدیو قبلی که آپلود کردم یه لب و توی حالتی که داره میخنده این لب بودش، این لب، حالا برعکسه. من اون لب آموزش دادم با تمام نکات، یعنی همه چی کامل. حتما برید اون ویدیو رو ببینید، یعنی یه جورایی پیش زمینه این ویدیو میشه، چون این یه حالت چیز داره دیگه، لبش دفرمه داره اینجا، ولی حتما اون آموزش قبلی رو ببینید دوستان. خب من یه کم میام با قلموی نرم آرایشی اینو محوش میکنم. میتونید دوستان این کار رو نکنید، من این توی همه ویدیوها اینو گفتم که میتونید برای طراحی اصلا از قلم استفاده نکنید، ولی من چون سلیقه‌م اینجوریه دوست دارم یه مقدار محو بشه، حالت برفکیش از بین بره، یه قلمو هم میزنم. فقط یه مرحله، زیادم نمیخواد که کامل محو بشه. میام از مداد به 8 استفاده میکنم برای تیرگی این قسمت، چون من اینجا یه مشکی خالص و مطلق میبینم. چون لبش رو کشیده یه حالت اینجوری لبش برگشته و روی چونش یه سایه خیلی تیز ایجاد شده دوستان. این نکات ریز رو اگه دقت بکنید خیلی کارتون طبیعی در میاد، چون توی حالت عادی اینطور سایه تیز نمیافته زیر لب.
این قسمت هم باز میام این تیرگی های خیلی شدید و من ایجاد میکنم تا کلن بدونم این مرز دندونا مشخص بشه، شروع کنم سایه زدن. تا اینجا مشکی مطلق دارم من تقریبا. اینجا هم همینطور. اینجا روی لب معمولا یه سری عضله هستش. خب این عضله ها دقیقاً وسط لبه. این قسمت پایینی لب دقیقاً اینجا رو میگم میفته زیر این عضله ها، یه حالتی تقریباً میشه گفت زیرشون که نه، پایین تر از اون عضله هاست اینجا. یعنی اگه این عضله ها یه چیزی مثل لوبیا شما تصور کنید این وسطه، این افتاده پایین اون لوبیاه. به خاطر همین سایه این برجستگی عضله ها میفته روی پایین لب. این تو تمام لبا این هستش ثابته. خب شما میایید این قسمت رو تیره تر میکنید، دقیقا اینجا این قسمت لبه این لب رو نمیگم و اینجا روشنه، بین وسط لب و این انتهای لب یه چیزی این وسط. این برم همینطور. لب پایین رو ایجاد میکنم. خب اینجا خیلی تیره نیستش، فقط این گوشه تیرگی داشت. میرم سر سایه های لب بالا. لب بالا کلن تیره تره به خاطر اینکه سایه لب پایین میفته روش و اینکه کلن رو به پایینه. خب و نور کمتر بهش میخوره به نسبت این لب پایینی. با همون مداد هاشبه یه خورده باز تیره ترش میکنم، مخصوصا این سمتی که نزدیک دندوناست و اینم همینطور. این لبم یه نکته رو بهتون بگم، معمولا انعکاس دندونا میفته روی لبا، یعنی گفتم بالا پایین لب تیره است. خب ولی یه انعکاسی خیلی باریک، یه رگه خیلی باریک سفیدی میفته روی این لب، دقیقاً اینجاها، دقیقاً اینجا. الان روی لب بالا افتاده این سفیدیه. خب این سفیدی روی لبای بالا افتاده، سفیدی دندونا، ولی روی لب پایین نیفتاده این مدل. حالا میگم به خاطر اینکه این باز کرده کاملا لبشو. اگه مثلا لبشو این حالتی نمیکشید این انعکاس دندونای پایین میافتاد روی این لب، ولی روی لبای بالا هستش اون انعکاسه. پس من این ردیف رو روشن میذارم، میمونه، بالاشو تیره میکنم. یه تیرگی اینجا دارم، سایه بزنم متوجه میشید. ببینید من نمیام اینو با یه خط مشخص بکنم، جدا بکنم. اصلا توی طراحی ما هیچ دوتا سطحی رو با خط نمیایم جدا کنیم مگر توی شرایط خاصی مثل اینجا. خب که این یه فضای منفیه، ولی معمولا دو تا سطح رو ما با ایجاد مثلا تیرگی و روشنی این دو تا سطح رو از هم دیگه جدا میکنیم. الان منم این قسمت رو سایه زدم که از سطح روشن پایینش جدا شد. میبینید خطی نکشیدم من. دندون نیشش کاملا رفته توی سایه. من دارم اینجا با مداد هاشبه دارم کار میکنم. دیگه دندونا رو با مدادای طراحی کار نکنید دوستان، چون اینا روشنه دیگه،
تیره ترین قسمتاش هم خیلی روشنه، لثه و دندونا معمولا. حالا البته این لثه‌اش این قسمت تیره تره، ولی باز با همون مداد هاشبه کار میکنم. اونقدی نیست معمولا که بیاید از مداد چیز استفاده کنید. آروم آروم این لثه میارم پایین، محوش میکنم تا آخر. اینو تیره من کار نمیکنم. اینجا یه دندونی داره که تا حالا شاید قدش هم کوتاه نمیدونم، ولی تا اینجا دیده میشه. این قسمت مشکیه کاملا. خب اینجا دوستان یه سری نور ایجاد شده روی این دندونا. من جای نورها رو باید سفید باقی بذارم بمونه. مقدار اینا رو کم رنگ کنم چون دقیقا لبالب این دندونا نور هستش. خب ببینید ما اینجا قصدمون این نیستش که هایپر رئال اجرا بکنیم. ما فقط میخوایم طراحی بکنیم، یه طراحی آزاده. یکم روی این دندونا رو من با همون قلموه یه مقدار سایه میزنم. به پودر و چیزی هم نزدم، همون تیرگی که از قبل روش داشت همونه. با پاکن خمیریم یکم بهش فرم میدم، نوکش رو تیز میکنم. این جاهایی که روش نور میبینم روی این دندونا نشون میدم. با پاکن برقی انجام میدم این کارو، فرق نمیکنه چون میخوام خورده ظریف‌تر در بیاد این کارا. با پاکن خمیری خیلی ظرافت نداره. یه مداد اچ برداشتم. مداد اچ مدادای سفتی هستن، خیلی خشکن و خیلی هم کم رنگن دیگه. من چون نیاز داشتم که روی این دندونا اصلا تیره نشه، مداد اچ رو برداشتم. دور و بر این نورهایی که ایجاد کردم و یکم تیره میکنم تا اینا خودشون رو نشون بدن.
خب اینم از این آموزش. امیدوارم براتون کاربردی بوده باشه و کلی چیز ازش یاد گرفته باشید. دوستان اگه کانال منو دوست دارید ممنون میشم با لایک و سابسکرایبتون از کانال من حمایت کنید.